موهاشون رو احیا کردن، ولی نگاه کنین تمام مو رو با اتو سوزوندن و کاملا مو از ریشه کس خورده. بیا جلو، دوربینو بیا جلو. تمام مو از اینجا با حرارت بالا کاملا سوخته و موهاش کش میاد. کاملا مو کات میشه. این مویه که 2 روز پیش رفته احیا کرده و الان این وضعیت رو داره. کاملا موهاش کش میاد و سوخته است. کات میشه کلا مو. مو رو میکشی، مو میاد تو دست. مو رو نه تنها احیا نکرده، موی سالم رو ببینید بکنده میشه. کلا مو کات میشه. واقعا عالی بود، دستتون درد نکنه. میگم اصلا یعنی موام جون گرفت، به جون تازه گرفت. اصلا حال خودم هم عوض شد. ان شاءالله خدا خیرتون بده. خیلی راضی بودم. هدف ما هم این بود که شما راضی باشید. خدا رو شکر موهات کاملا خوب شد، سلامتیش رو کاملا به دست آورد. یعنی از اون 1000% نابودی که موهات داشت، الان یه کوچولوی قسمتایی که واقعا دیگه ببین با حرارت بالای اتو موهاتون رو سوزونده بودن 100%. به خاطر همین واقعا یه پروسه خیلی خاص و سختی رو داشت، اما خدا رو شکر موهات کاملا احیا شده. من آدمی نیستم چاپلوسی کنم، ولی واقعا بهتون پیشنهاد میکنم که اینجا بیاین، چون واقعا کارشون اصولی و درجیه که. قربونه، مرسی عزیزم. فدات شم، قربونت شما، مبارکت باشه.